نوای نی، برنامه شماره 15. نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کننده روشنک. این برنامه با همکاری منتشری و جمال جهانشاد تنظیم شده. صدا برداران حسن عسکری، امیر میریان. تهیه کننده برنامه مهدی سدیفی. نوای نی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. به نام آن دانای یگانه که واقف سر ضمیر است و بخشاینده خطا و توبه پذیر، و درود بر همه ابرار و صدیقان و صالحان باد که چراغ راه هدایتند و شمع بزم انس و الفت، همانان که نظاره دیدارشان یادآور دیدار و ملاقات با خداست. هر که خواهد همنشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیا. به اصل سخن باز روی. گفتار پیشین درباره نفس و مراتب آن از دیدگاه شریعت و عرفان به اختصار اشارت رفت. در آنجا یادآور شدیم که آدمی به مقتضای بدن عنصری که ترکیبی مادی است و از نظر وابستگی که از رهگذر تن به عالم خاک دارد، پیوسته خواستار نیل به لذایذ جسمانی و امور شهوانی است و مناظر فریبای لذات که فراروی او قرار دارد مام آدمی را به سوی این خواستها جلب و جذب می نماید. و از این روست که گفتند انسان محل خطا و نسیان است، جایی که برق عصیان بر آدم سفیزد، از ما چگونه زیبد دعوی بیگناهی. و هم از اینجاست که خداوند در کلام مجید سوگند یاد می کند که نوع انسان در خسران و زیانکاری واقع است، مگر آنان که ایمان آورده و کردار شایسته دارند و یکدیگر را به راستی و شکیبایی سفارش می کنند. پس نوع آدمی جز آنان که مؤید به تأیید ربانی و دارای مقام ویژه عصمتند، همه در معرض خطا و نسیان و لغزش و سقوط قرار دارند. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کو به دریاها نگردد کم مکاست. پس آدمی به تبعیت از هوای نفس لاجرم به ارتکاب معاصی می‌پردازد و از این رو خدای مهربان برای تزکیه و تطهیر باطن و بازگشت انسان به مرحله رستگاری توبه را مقرر فرموده است تا آدمی با شستشوی در این چشمه‌سار رحمت و بخشایش الهی از کدورات و آلایش‌های معاصی و گناه پاک و طاهر شود
و جانش مستعد قبول و پذیرش فیض حق گردد. غوطه در اشک زدم که اهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز. توبه از نظر وضع لغوی بازگشت و رجعت و ندامت است از معاصی گذشته و تدارک و جبران مافات در آینده. اما توبه را در نزد عرفا و اهل حقیقت مفهومی است بس والا و متعالی که به تعابیر گوناگون از آن یاد کرده‌اند. از آن جمله گویند حقیقت توبه آن است که سالک راه خدا از آنچه مانع وصول اوست به محبوب حقیقی از مراتب دنیا و عقبی اعراض نموده روی توجه تنها به جانب حق آورد. راه فانی گشته راهی دیگر است، زان که هوشیاری گناهی دیگر است. هست هوشیاری زیاد ماضی و مستقبلت پی خدا. آتش اندر زن به هر دو تا به کی، پرگره باشی از این هر دو چونی. تا گره با نی بود همراز نیست، همنشین آن لب و آواز نیست. راه فانی گشته راهی دیگر زان که هوشیاری گناهی دیگر ماضی و مستقبلت کرده خدا. آتش اندر زن به هر دو تا به کی، پرگره باشی از این هر دو چونه. همنشین آن لب و آواز نیست.
توبه یک تحول عمیق درونی و یک انقلاب بنیادین و عظیم نفسانی است که در یک حالت خودآگاهی برای انسان پدید می آید و این نخستین گام است که سالک الله با آن به فطرت الهی رجعت می کند و از این منزل طی مدارج کمال و منازل تعالی را آغاز می نماید و وصول به چنین مقام موقوف فیض و تأیید ازلی و سعی و مجاهدت طالب است. درد و خون دل بباید عشق را، قصه مشکل بباید عشق را. ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. عشق را دردی بباید دیده دوز، گاه جان را پرده در گه پرده دوز. تحقق توبه نیازمند دو عامل است، یکی خارجی و دیگری داخلی. عامل خارج همان علت و انگیزه و ضربه است که بر روح شخص تائب وارد می شود و عامل داخلی آن قابلیت و زمینه مستعدی است که پذیرای دریافت حقیقت توبه می گردد. و اگر این دو عامل که برای تحقق توبه حقیقی متلازمند دست ندهد، توبه واقعی نیست و باید از خود چنین توبه‌ای به توبه برخاست. ای خبرهات از خبر ده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. مولانا در مثنوی در مواضع مختلف به اقتضا در مورد توبه سخن گفته است، اما زیباترین و شورانگیزترین نمونه آن را در داستان توبه نصوح بر صفحات مثنوی گرانقدر رقم زده است که اینک ملخص داستان را از زبان وی میشنویم. بود مردی پیش از این نامش نصوح، بود ز دلاکی زنان او را فتوح. او به حمام زنان دلاک بود، در دغا و حیله بس چالاک بود. مردی تیره روز و بدبخت به نام نصوح که در بند اسارت تن و دام لذایذ نفس اسیر بود، برای اجرای هرچه بیشتر نیت پست و پلید خود خویشتن را به صورت زن آراسته در گرمابه زنان به خدمت قیام می‌کرد. سالیانی به گذشت، هرگاه در آسمان اندیشش بارقه ای از فطرت الهی تابیدن می‌گرفت و از کردار ناشایست خویش دچار انفعال شد، دست نیرومند نفس طاغی و سرکش قدرت ارادهش را در هم می‌شکست و به کار ننگین خویش ادامه می‌داد. توبه ها می‌کرد و پادر می‌کشید، نفس کافر توبه‌اش را می‌درید. رفت پیش عارفی آن زشت کار، گفت ما را در دعایی یاد آر. آن تیره بخت درمانده که در پنجه قهار شهوت اسیر بود، روزی از سر درد عارفی را گفت که مرا از مرحمت به دعایی یاد آر. آن مرد خدا که حال تباه او می‌دانست، پرده از رازش بر نگرفت، لیکن به اشارت و تلویح بدو گفت خدایت از این کردار بد توبه دهاد. سست خندید و بگفت ای بد نهاد، زانچه دانی ایزدت توبه دهاد. دعای آن صاحب دل به اجابت مقرون گشت و ایزد متعال موجبات تنبه آن شوربخت را مهیا ساخت. دختر سلطان آن روز به حمام آمد. قضا را گوهری از گوشوار وی گم شد. اندر آن حمام پر می کرد تشت، گوهری از دختر شه یاوه گشت. گوهری از حلقه های گوش او یاوه گشت و هر زنی در جستجو. همگان برای پیدا کردن گوهر جستجو را آغاز کردند و بر آن شدند که حاضران را عریان کنند. بانگ آمد که همه عریان شوند، هر که هستند از عجوز و از لوند. آن نصوح از ترس شد در خلوتی، روی زرد و لب کبود از خشیتی. آن بیچاره تیره روز چون صورت حال چنین دید و دانست همکنون رازش بر همگان مکشوف خواهد شد و او را برای کیفر و نکال به تیغ بیدری خواهند سپرد، از سر اضطرار و درد با حالی نزار که بیان آن در هیچ لفظ و واژه‌ای نگنجد، به گوشه خزید و به درگاه آن مهربان بخشنده عاجزانه نالیدن آغاز کرد. گفت یا رب،
بارها برگشته‌ام، توبه ها و عذرها بشکسته‌ام. کردم آنها که از من می‌سزید تا چنین سیل سیاهی در رسید. در جگر افتاده استم صد شرر، در مناجاتم ببین خون جگر. این چنین اندوه کافر را مباد، دامن رحمت گرفتم داد داد. خدا چونین سیل سیاهی در رسید. در جگر افتاده استم صد شرر، در مناجاتم ببین خون جگر. این چنین اندوه کافر را مباد، دامن رحمت گرفتم داد
دردمند ناتوان همی مویه کرد و آب دیده چونان سیلاب بر رخسارش روان بود و از سر استیصال و انکسار از آن فیاض توبه پذیر عذر تقصیر می جست. ای خدا آن کن که از تو می رسد، که ز هر سوراخ مارم می گزد. وقت تنگ آمد مرا دیگ نفس، پادشاهی کن مرا فریاد رس. گر مرا این بار ستاری کنی، توبه کردم من ز هر ناکردنی. نوسو در گوشه گرمابه بانگ یارب یارب برداشته و با همه وجود غفار از ذنوب را می‌خواند که ناگهان آواز برداشتند که گم شده را یافتیم. آن دردمند چون فریاد بشنید، او را حالتی خوش دست داد، بدانسان که نزدیک بود مرغ روح ناتوانش از قفس تنگ تن به پرواز درآید. در میان یارب و یارب بدو، بانگ آمد از میان جستجو. جمله را جستیم پیش آ ای نسو، گشت بیهوش آن زمان پرید روح. او را حالتی خوش افتاده بود، دیگر از آن همه ظلمت و پلیدی و کدورت در خویشتن اثری نمیدید، بلکه وجودش چونان منشوری بود که در زیر اشعه تابناک جمال محبوب انواع الوان نور و رحمت و بخشایش را منعکس می‌کرد. پرتو انوار تفضل الهی از روزنهای نهانی بر جان دردمندش تابیدن آغاز کرد و مثل قلب وجودش با اکسیر توبه و خودآگاهی به زر ناب مبدل شد و هستیش چونان قطرات ژاله صبحگاهی در زیر تابش خورشید بخشایش تعین و تشخص خود را از دست داد. چون که هوشش رفت از تن آن زمان، سر او با حق بپیوست از نهان. چون تهی گشت و خودی او نماند، باز جانش را خدا در پیش خواند. چون که جانش وارهید از بند تن، رفت شادان پیش اصل خویشتن. چون که هوشش رفت از تن آن زمان، چون که هوشش رفت از تن آن زمان، سر او بپیوست از نهان. چون تهی گشت و خودی او نماند، باز جانش را خدا در پیش خواند.
چون که جانش وارهی از بنده رفت شادان پیش اصل خویشتن رفت شادان پیش اصل از رنج شهوت و بند اسارت سبک رها شد و از آن همه آلایش که روی جانش را که دل ساخته بود دیگر نشانی بر جای نماند و توبه او را به پیشگاه قرب رهبری کرد و سرمست همی خواند: از هوس در تنگنا بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. وه چه روح افزا و دلپذیر است چنین حالت، گوارا باد آنان را که این نعمت و موهبت دست دهد. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. سفرهای علوی کند مرغ جانت، گر از چینه آز بازش رهانی. تا برنامه دیگر همه صاحب دلان را به خدا می سپاریم. شرح این هجران و این خون جگر